با سلام و عرض ادب فراوان، دو عدد پین پوینتری که هم سری قلمی دارن و هم لوپی هستش، یه برند نوکتاتور که پالستایر هستش و اسکاینت که مدل چینی هستش، میخوام با هم مقایسه کنم براتون. این دو دستگاه هم سری قلمی دارن و هم سری لوپی دارن. من سری قلمیشو هم عوض کردم که مقایسه کنم این حجمو تو چه فاصله سنس میکنه. این حجم علنگ رو تو این فاصله سری قلمیش سنس میکنه. اما پالستایر این دستگاه کلا چه پین پوینترها چه سیستم‌های بوقی همشون نسبت به حجم هدف واکنش نشون میدن، کاری به وزن فلز ندارن، نسبت به حجم هدف واکنش داره. اما پالستایر این حالت ویبره هستش. دقت کنید عمق پالستایر بیشتر از قلمی اسکاینته. اسکاینت تقریبا تو این فاصله میزد، پالستایر از این فاصله سنس میکنه. اما سری لوپی دستگاه اسکاینت تقریبا این حجم هدف رو تو این فاصله سنس میکنه. حالا هرچی لوپ رو بندی باید حجم فلز بزرگتر باشه. هرچه حجم بزرگتر باشه متراژ آمپانیشون بهتره و کلا تو این لول ها این واسه ریزنی استفاده میشه، لوپی هاشون واسه عمق‌زنی بهتر ولی نسبت به حجمای درشتر. ولی پالستایر با اینکه دقت کنید لوپ پالستایر از لوپ اسکاینت هم کوچکتره. لوپ پالستایر تقریبا این فاصله سنس میکنه. دقت کنید لوپی پالستایر هم از اسکاینت با اینکه لوپش کوچکتره ولی بیشتره. پالستایر محصول شرکت نوکتا ترکیه هستش و از پالستایر و از اسکاینت چه لوپی و چه قلمیش قوی‌تر و بهتر میزنه. انشالله که موفق باشید.